حقیقتا من اولش فکر نمی‌کردم داستان خیلی جدی باشه. یعنی اینجوری بودم که خب اوکی، اینم یه چیزیه که 1-2 هفته باهاش کار دارم و بعدش قراره بر همیشه بذارمش کنار. اما الان 2 ماه از اولین باری که شروع کردم به ژورنال نوشتن میگذره و همچنان دارم با تداوم می‌نویسم و میتونم با جرئت و با اعتماد به نفس خیلی زیاد بهتون بگم که یه عادتیه که خیلی منو عوض کرده و خیلی برام مفید بوده و توی این ویدیو میخوام راجع به این صحبت کنم باهاتون که چجوری میتونین شروع کنین به ژورنال نوشتن، اصلا چی شد که خودم شروع کردم و چجوری میتونه براتون مفید باشه و بهتون کمک کنه. من توی تابستون به لطف الگوریتم یوتیوب به یه ویدیویی برخوردم که تایتلش یه همچین چیزی بود که چجوری گوشیمو با یه نوتپد جایگزین کردم، که حالا لینکشو براتون میذارم و خب یکم نشدنی به نظر میاد حقیقتا. یعنی نشدنی به نظر میاد که نشدنیه که گوشیتون رو با یه دفترچه جایگزین کنین، ولی هرچی که بود این ویدیو منو تشویق کرد که برم یه دفترچه کوچیک برای خودم بگیرم که اینه و شروع کنم به نوشتن. و حالا یه سری ویدیوی دیگه هم خودم سرچ کردم توی یوتیوب دیدم و کلا اینجوری بود که کانسپت جالبی بود برام که ژورنال بنویسم و احساس کردم که میتونه بهم کمک کنه که افکارمو مرتب‌تر کنم. واسه همینجوری خودم رندوم اول شروع کردم و واقعا حقیقتا نمیدونستم چی دارم می‌نویسم، نمیدونستم دارم چی کار میکنم، که خب منطقی هم هست. ولی بعد یکم جلوتر تراپیستم بهم پیشنهاد کرد که شروع کنم به نوشتن، که یعنی در واقع من ادامه دادم نوشتنو و اونجا اینجوری بود که خب یه صفحه هر روز هر چیزی که به ذهنت میاد، حتی اگه چرت و پرتاتو بنویس، حتی اگه میخوای نمیدونم فقط بنویس، فقط یه صفحه رو هر روز پر کن. و این کارم کردم و خب ادامه دادم همینجوری یه مدتی، خیلی مداوم نبود تا اینکه یه کتابی رو پیدا کردم، اونم با دوباره به لطف یه ویدیو یوتیوب که خیلی یادم نیست ویدیوش چی بود، به اسم راه هنرمند، که اگه با من در ارتباطین قطعا حداقل یه بار راجع به این کتاب باهاتون صحبت کردم و فکر کنم قبلا استوریش کردم تو پیجم. و این کتاب یه بخشی داره، کلا کتاب اینجوری که حالت تمرین طوره و یه سری تمرین جداگانه داره، ولی 2 تا تمرین مداوم داره که یکیش صفحات صبحگاهی. داستان صفحات صبحگاهی اینجوریه که شما اولین کاری که اول صبح میکنین وقتی که بیدار میشین اینه که 3 صفحه مینویسین، فقط تمام افکارتون، تمام چیزایی که، یعنی قرار نیست که حالت دفتر خاطرات داشته باشه، چیزایی که براتون، البته فکر کنم میتونه اونجوری هم باشه، یعنی اینجوریه که هیچ محدودیتی نداره، 3 صفحه رو فقط پر میکنین. و من اینو یه مدتی انجام دادم و خیلی اون اولش یکم برام سخت بود، یعنی اینجوری بود که یه صفحه رو می‌نوشتم و صفحه دوم دیگه اینجوری بودم که واقعا صفحه دوم نمیدونستم چی بنویسم، ولی ادامه که میدادم بعد صفحه سوم خیلی راحت تر میشد، خیلی عجیب بود و اینو ادامه دادم. و فکر کنم تنها چیزی که من رعایت کردم از این صفحات صبحگاهی این بود که 3 صفحه رو بنویسم، یعنی نه صبحگاهی می‌نوشتم نه راجبه نمیدونم تمرینایی که خود کتاب داده بود می‌نوشتم، ولی 3 صفحه رو هر روز خودم رو موقعیت می‌کردم که بنویسم و اینجوری بود که این عادته کم کم شکل گرفت و الان واقعا اگه اون 3 صفحه رو در روز ننویسم احساس میکنم سلامت روانم به خطر میفته. من همون شهریور که میخواستم شروع کنم به نوشتن رفتم کوچیکترین و ارزونترین دفترچه ممکنه خریدم، چون که همونطور که گفتم اولش فکر نمیکردم که داستان خیلی جدی باشه، ولی بعدا خیلی احساس کردم این یه پوینتی بود که به نفعم بود و بهم کمک کرد که راحت تر بنویسم و خیلی خودمو نمیدونم محدود نکنم، یه همچین چیزی. یعنی که هم از لحاظ اینکه ارزون بود خیلی حیفم نمیومد که خب چرت و پرت بنویسم، فقط میخواستم پرش کنم، و هم از یه لحاظ دیگه اینجوری بود که چون کوچیک بود همه جا میتونستم با خودم ببرمش، خیلی جا نمیگرفت و اینکه مهمتر از همه من دستخط خیلی ریزی دارم و اگه میخواستم مثلا از 3 صفحه دفتر بزرگ پر کنم هر روز قشنگ 3 ساعت وقتمو میگرفت و این چون کوچیکه خیلی سریع تموم میشه، خیلی استرس آور نیست. واسه همین بهتون پیشنهاد میکنم که یه دفترچه بگیرین حتما اگه میخواین ژورنال بنویسین به جای دفتر، و یه چیز خیلی ساده هم بگیرین، یعنی خیلی چیز فانتزی و اینا، البته اگه میتونین تشویقتون کنه چرا که نه. از اینکه چرا اصلا ژورنال مینویسم و چرا ادامه دادم و چرا فکر میکنم برام مفیده، اینو فکر کنم تا الانم 3-4 باری حداقل اشاره کردم که من
واقعا هر چیزی که اون لحظه به ذهنم میاد و می‌نویسم و خیلی راجبش اوورتینک نمی‌کنم. خیلی احساس می‌کنم به همین دلیل افکار خیلی درونی و چیزای ناخودآگاه هم میان روی صفحه و چیزایی که حالا نمیدونم یا ناخواسته راجبشون نگرانم یا خیلی باعث میشن که ته دلم یه اضطرابی داشته باشم، یا نمیدونم کلا دغدغه‌های مهمترم و یه جورایی بین اون نوشته ها پیدا میکنم بعدن که خودم مرورشون میکنم و اینجوری خیلی از فکرهای اضافیم خالی میشم و خیلی از قرقرایی که نمیدونم یا اضافن یا میتونم حلشون کنم اینا میان روی سطح. و من از این مدل آدمام که احتمالا خیلی از شما هم همچین حسی دارین، یعنی خیلی ها حس میکنم که همینجوری باشن. من آدمیم که خیلی وقتی پای مشکلات دیگران وسط باشه اصلا اینجوریم که 100% همیشه یه راه حل قطعی دارم که به همه میتونه کمک کنه، ولی وقتی که مشکلات خودم وسط میان واقعا پنیک میکنم و نمیدونم دارم چی کار میکنم و ژورنال نوشتن باعث شده که نمیدونم احساس کنم میتونم زندگی خودم و مشکلات خودم رو با یه فاصله‌ای نگاه کنم و اون راه حل رو به خودم بدم یه وقتایی. از یه طرف دیگه اینا هست که نوشتن با خودکار و قلم و مداد و اینجور چیزا باعث میشه که چون که یکم پروسه نوشتنش خودش آرومه و کنده و خیلی نمیشه مثلا مثل تایپ کردن سری نوشت رو رد شد، باعث میشه که آدم وایسته یه جایی چیزی که خودش نوشته رو بخونه و بهشون یکم بیشتر بهتر فکر کنه و واضح‌تر ببینه چیزایی که توی ذهن خودشن و در نتیجه اینکه آره مثلا اینکه خیلی وقتا ایده‌های خلاقانه و ایده‌ای که مثلا واسه نقاشی و مجسمه و اینا دارم و اون تو میبینم که ایده‌های خوبی رو پیدا میکنم از بین این نوشته ها و از یه طرف میبینم که از تراپی ارزون تره واقعا. یه نکته خیلی مهمه دیگه هم که اینم باز از اون کتاب راه هنرمند قرض گرفتم اینه که اصلا به هیچ عنوان اجازه ندم که کسی بخونه نوشته ها و اصلا نذارم جایی که کسی بتونه ببینه و خودم هم به جز اون وقتی که دارم میخونمشون دیگه برنگردم بخونمشون. مثلا نمیدونم فکر کنم توی کتاب گفته بود تا یه بازه زمانی 6-8 ماهه یا همچین چیزی. مثل سگ سرده اینجا. همین دیگه، برین شروع کنین به نوشتن و هر چرت و پرتی که به ذهنتون میاد بنویسین. قرار نیست که خیلی اولین کاری که هر روز میکنی اینه که